بریم آقا قرن جدید، بریم قرن جدید. درود به همه خفن شدید، خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید دیگه. من مانی هستم و امروز با یه ولوگ کاملا متفاوت قراره که بریم بچه‌ها لحظه سال تحویل رو داخل حرم امام رضا باشیم و اونجا سال رو تحویل کنیم و قرن رو عوض کنیم. کلا دیگه قراره که بریم بچه‌ها لحظه سال تحویل حرم امام رضا باشیم. یکی از با سعادت ترین لحظه های تحویل سال در یکی از مکان‌های خیلی مقدس. مسیر رو هم یکم بهتون نشون میدم، لحظه به لحظه سال تحویل هم بهتون نشون میدم. چند ساعت دیگه هم سال تحویل میشه، یعنی الان ساعت 3-4 ساعت 7:30 لحظه سال تحویل. بریم و بتر کنیم و لذت ببریم و عشق کنیم و لیتس گو بیبی. خب بچه‌ها یه توضیح خیلی کوچیک بهتون بدم. من اینجا واسه سوار 1-2 تا اتوبوس بشم، بعد برم سمت حرم. امیدوارم که درا رو نبسته باشن، 3-4 ساعت مونده دیگه، ان شاءالله که نبسته باشن. بریم و داستان داشته باشیم و سوار اتوبوس‌ها باشیم بریم سمت حرم. خب بچه‌ها اینا هم دیدم گفتم بهتون نشون بدم، چیز خیلی باحالیه. حالا شاید راه برگشت رفتم خریدن، چیز خفنی. اجازه است حالا فیلم بگیریم؟ گفتیم خوشگله بگیریم داخل ویدیو باشه. بله بچه‌ها اجازه دادم فیلم بگیریم. بسیار زیبا و قشنگ، همون نوروز خودمون، سبزا، گلا، خیلی اینجا چیز بالی. من اینجا وایسم و سوار اتوبوس بشم برم به سمت حرم. هم بچه‌ها یه بان روشن کردن واسه خودشون، آهنگ میذارن خیلی خفنه. بنازم به شادی ملت ایران. Let's go baby man. بچه‌ها واپسین دقایق قرن و سال نو هم هستیم دیگه. عیدتون هم مبارک باشه. ان شاءالله که سال خیلی خوب و پربرکت و موفقیت‌های خیلی زیاد و همراه سلامتی و کلی عشق و کلی انرژی داشته باشید و یکی از بهترین سال‌های عمرتون باشه. و بچه‌ها دیگه قرن داره عوض میشه، یکم ما هم تعویض میشیم، ما هم عوض میشیم بچه‌ها. امیدوارم که همتون یه روزی به جاهای خیلی بالا و موفقیت‌های خیلی زیادی برسید و به همه آرزوهاتون بچه‌ها دست پیدا کنید. خیلی مشتاقم که برم فقط حرم امام رضا و اونجا کلی آرزو خوب برای تک تکتون داشته باشم. مرسی که حمایت می‌کنید بچه‌ها، مرسی که ویدیوها رو می‌بینید، مرسی که لایک می‌کنید، مرسی که انرژی میدید و همه اینا بچه‌ها. تشکر می‌کنم از شما تا اینجا رسیدیم بچه‌ها. ان شاءالله که بریم برای موفقیت‌های بیشتر امسال بچه‌ها قراره که بهتر کنیم. میریم حرم امام رضا، هر آرزویی دارید اونجا بکنید، از آغاز خجالت نکشید دیگه. داخل ویدیو هم هست بچه‌ها. من خودم براتون آرزو می‌کنم ان شاءالله که موفقیتاتون رو ببینم. من از اتوبوس پیاده شدم و اینجا دیگه پیاده برم به سمت حرم. الان من بهتون نشون میدم بچه‌ها دیگه کم کم دارن جاده هم میبندن و کلا دیگه همینجا بسته میشه و خیلی راحت‌تر میریم. حالا دیگه بریم به سمت حرم بچه‌ها. حرم بهتون نشون بدم دیگه، بریم سال تحویل کنیم اونجا. هنوز البته 2-3 ساعت دیگه مونده تا سال تحویل، ولی خب دیگه حالا خدا رو شکر فعلا درا رو نبستن همونجوری که پرسیدم. الان هم حرم امام رضا رو بهتون نشون بدم. تو چنگ این رسا بزنه یه صبری بین این شبای تو، مثل روزای خوب بهاری، مثل یه تماس اضطراری. تو تنها نمیذاریم، نه تنها نمیذاریم، نه تنها نمیذاریم، نمیذاریم، نمیذاریم. تو تنها نمیذاریم، نه تنها نمیذاریم، نه تنها نمیذاریم، نمیذاریم، نمیذاریم. باریکلا باریکلا.
بریم به سمت حرم. گروه سرود گوش دادیم، خیلی قشنگ خوندن، دمشون گرم. آفرین به این گروه سرود خیلی قشنگ و زیبا. و دیگه بچه‌ها بریم گیر نشه، فقط داشتم بازم سرود می‌خوندم ولی خب دیگه مجبوریم سریعتر بریم. کم کم هم دیگه لحظه سال تحویل داره میشه و بعد بریم حالا بعد نماز، یعنی اول نماز بعد سال تحویل. حرم امام رضا رو دارید می‌بینید، گنبد زیبای امام. اینجا هم یه دیگه نزدیک حرمه دیگه، خود حرم یه جورایی آبشار باحال و اینم حرم بچه. فقط جمعیت رو ببینید خیلی زیاده. آرزوی دارید از امام رضا بکنید. دیگه اینجا اومدیم صحن اصلی حرم هم هستش و 2-3 ساعت دیگه هم سال تحویل میشه. هر آرزویی دارید بچه‌ها، من گوشو نمیتونم انقدر شلوغی بگم عقب‌تر. و دیگه آرزوهاتون رو کنید بچه‌ها، دیگه هر کی میخواد بگید، حرفی سخنی. و دیگه قرن داره عوض میشه، سال داره عوض میشه، تحویل میشه. ان شاءالله که سال خوبی داشته باشید، همراه حرکت و شادی و نشاط و سلامتی. بگید دیگه از امام رضا دعا کنید. من سمت امام رضا میبرم دوربینو، دیگه شما هم راحت بتونید دعا کنید. هر آرزویی، هر دعایی من همراه شما دعا میکنم. شما هم تو خونه‌هاتون دعا کنید. دعا میکنم که ان شاءالله سلامتی همیشه اول بچه‌ها سلامتی، یعنی مهمترین بخش و مهمترین دعا و آرزوی هر کسی توی سلامتی برای دیگران، برای خودش، برای خانواده‌اش، برای عزیزانش باشه. ان شاءالله که بچه‌ها موفقیت‌های خیلی زیاد برسید همتون. ان شاءالله که بتونید به آرزوها و هدفهایی که دارید برسید داخل امسال و بهترین سالتون بشه. ان شاءالله که بچه‌ها اتفاقای خیلی خوبی براتون بیفته داخل امسال. کرونا لعنتی از همه مهمتر. این کرونا لعنتی بره بچه‌ها. کلی از عزیزانم از دست دادم بخاطر همین کرونا. حالا ان شاءالله که دیگه امسال سال خیلی خوبی بشه و مرگ و میر واقعا صفر بشه و بیمارستونا، تخت بیمارستون همه خالی بمونه بچه‌ها. منم دیگه کم کم آماده شم برای نماز و هنوز البته 1 ساعت دیگه مونده و براتون لحظه به لحظه سال تحویل رو فیلم میگیرم. کبوترای آقایی که میگن همین نا کنیم. کبوترای حرم یه آهنگی بود میگفت کبوترای حرم. این دقیقاً همونه بچه، این تیکه دقیقاً همونه. کبوترای آقا. خدای بچه‌ها این کبوترها رو می‌بینی آدم یه حسی بهش دست میده. کبوترای آقا امام رضا مثل نمیدونم چطوری بگم، توصیفش نمیدونم چطوری بگم، ولی یه حس واقعاً قربت و یه حس نمیدونم واقعاً چی بگم. کبوترای آقا چه هر دعایی دارید بکنید. پره اینجا، این داخل پره، جا همه نشستن کبوترها و بعضی‌وقتا پرواز میکنن. چه حسی داره واقعا این برپا شدن برای دعای امام رضا و یه بالاخره کم کم برای نماز نزدیک میشیم و بعدش هم میریم برای سال تحویل. بچه‌ها هر دعایی دارید از امام رضا بخواید دعا کنید. توی این حرم حرف دلت چیه با امام رضا؟ دل خسته و شکستم رو. کم کم داریم به اذان میرسیم. فعلا قرآن دارن میخونن، چراغا رو حالا دوربینم خوب نیست زیاد متعشته ولی خب خیلی قشنگه. یعنی اگه به چشم خودتون میدیدید بچه خیلی قشنگ‌تر بود. بهترین لحظه واسه دعا کردن موقع اذان و موقع نماز. الان دوربین برمیگردم صحنه رادیو ببینید بچه‌ها و دیگه داشته باشید. همینطوری داره دوربینم تارتر میشه، شب میشه. و اوکی بچه‌ها آخرین الله اکبر ها، آخرین نمازها، وای قند داره عوض میشه. بعد نماز تموم شد، نمازمون رو خوندیم و کم کم دیگه به سال تحویل نزدیک میشه. الان ساعت 6:30 ساعت 7 خورده قرن عوض میشه بچه‌ها. تا 7 دقیقه دیگه سال تحویل میشه و قرن عوض میشه. 7 دقیقه دیگه. آقا بیا به جان مادره حسین، دستتو بیار بالا نفس بزن. مهدی بیا، مهدی بیا. شاکر خدا باشید که الان دارید نفس میکشید و قرن جدید رو میخواید تجربه کنید بچه‌ها. یه دقیقه مونده بچه‌ها، یه دقیقه مونده. الان داره زنگ میزنه. آغاز سال 1401 هجری
خورشیدی همه تبریک. بچه‌ها سال نو همه مبارک. ان سال خیلی خوبی داشته باشید. حلول سال 1401 هجری خورشیدی بر همتون مبارک باشه. انشاءالله که خودتون، عزیزانتون و نسلتون مشمول عنایت حضرت علی ابن موسی رضا و امام زمان علیهم السلام باشید. بگید الهی آمین، صلوات بفرست. الهی آمین. بچه سال نوتون مبارک. امیدوارم که خیلی سال خوبی داشته باشید و لایک و سابسکرایب ویدیو پخش بشه. کلی دوستتون هم کلی عشق. بچه‌ها مواظب خودتون هم باشید و امیدوارم که تو سال 1401 همراه هم بهتری کنیم. امید موفقیت خیلی بیشتر. دیگه من همینجا ویدیو تمام می‌کنم بچه‌ها. امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشید و در کنار کاراتون به امر سلامتی و امید و نشاط و پرانرژی و می‌بینمتون بچه‌ها. فعلا